دوستای عزیز، هموطنان عزیز و گرامی، دوستا مکررن سوالات روان میکنن از طریق واتساپ که جنگی که در بین پاکستان و افغانستان جریان داره حیثیت شرعی از چی هست. دوستایی را به یاد داشته باشیم که افغانستان الحمدلله امپراتوری های زیادی را و سوپر طاقت های دنیا را شکست داده و هم به دست خالی خود به قربانی سر و مال و جان و فامیل و وطن شکست داده و غیرت از آن خود کرده، جهاد کردن، شهید دادن. الحمدلله برای همیش افغانستان در حالت دفاعی قرار داره، متجاوز نیست. همیش دیگر ممالک بالخصوص همسایه ما پاکستان متجاوز ثابت شده و همیش بمباردمان کرده و تجاوز کرده و هموطنان ما را زخمی و شهید کردن. حال هم به امود طرز و طریقی که از سابق سالها چندین ده میشه که اینها به این مفکوره و به فکر هستند که آبادی پاکستان در بربادی افغانستان هست و این یک فکر اشتباه است. یا میگن پاکستان ما زمان آباد میشه که افغانستان برباد باشه، خدای نخواسته. میره باید داشته باشن که الحمدلله امریکا و شوروی و انگلیس نتانسته که افغانستان برباد بکنه، این چوچایش خود به هیچ صورت نمیتواند. چندین نکته را باید داشته باشین دوستا، ولی که دفاع یک حق مسلم ما هست، پروردگار این حق به ما داده. الله به ما گفته فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. این دفاع، انتقام، این حق مسلم ماست، الله به ما داده. یک صفت مؤمنین هست، الله میگه والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. مسلمانان کسانی هستن که کسرشان ظلم بکنه انتقام میگیرن، خاموش نمیشینن، انتقام میگیرن. صلح چیز خوبی هست، ما طرفدار صلح هستیم. خو زمانی که همیش یک کس متجاوز باشه باز انتقام هم ضرور و لازم هست. بغیرتی است، انسان بغیرت باز الله دوست نداره که خاموش بنشینه. پس بناهن دوستایی که مجاهدینی کجا شهید میشن شهید هستند. حدیث از بخاری، مسلم، سنن ترمذی: من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون دمه فهو شهید، من قتل دون اهله فهو شهید. پس بناهن مسئولیت ما من حیث مسلمان، من حیث افغان اینمی هست که شانه به شانه ما به همراه نظام خود استاد باشیم و در حمایتش باشیم و شکرانگی این نظام خود ما ادا بکنیم. به خاطری که نظام ها زیاد تیر شده، در جمهوریت کس جواب داده نمیتونست، ولی الحمدلله چندین بار است که و متجاوز ثابت میشن و از این طرف خوب مشت محکم در میدان خود میخورن و دفاع صورت میگیره. ما در اطاعت نظام خود، در اطاعت اولو الامر خود میباشیم. امیر المؤمنین حفظه الله که هر فرمان در حق رعیت خود میته انشاءالله که ما کل ما تابعدار فرمان بردار میباشیم و ما علیه الا البلاغ.